سوال و جواب در بیان این ماه شعبان، آنچه که بر ماه شعبان وابسته است. اولا ما سبب تسمیت بشعبان؟ اولا سبب نامگذاری ماه شعبان چی است؟ سوال اول. جواب گفته شده است که نام شعبان از تشعب گرفته شده است، زیرا عرب ها برای جستجوی آب یا برای جنگ پس از برآمدن ماه رجب حرام پراکنده میشدند، برای همین تشعب گفته شد، ظاهر شدن. پس چرا باید در ماه شعبان بر عبادت ها توجه کنیم؟ به خاطر آنکه برای آماده سازی و آسان کنی برای انجام دادن عبادت ها پیش از رمضان باشد، مانند روزه گرفتن و تلاوت قرآن و غیر از اعمال صالح که در این ماه مبارک قرار میگیرد. ماه شعبان، آیا روزه ماه شعبان مشروع است که جایز و رواز گرفتنش؟ بله، و زیاد روزه گرفتن در این ماه امر مستحب است و دلیل مستحب بودن آن حدیث عایشه رضی الله عنها است که عایشه رضی الله عنها فرمودند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اینکه رسول الله چنان روزه می داشتند که حتی میگفتند که باید روزه رو نمیخورد، و یفطر حتی نقول لا یصوم، و گاه افطار میکردند تا میگفتند که روزه نمیگیرد. و ما رأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم استکمل الصيام شهر قط الا رمضان. عایشه میگه من ندیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه یک ماه را پوره بگیرد مگر به جز رمضان. و ما رأيته في شهر اکثر منه صياما في شعبان، و او را در هیچ ماه بیشتر از شعبان در روزه گرفتنش بیشتر ندیدم. روایت بخاری و مسلم است. پس سبب‌های زیاد روزه گرفتن در شعبان چی است؟ سبب‌های زیاد روزه گرفتن در ماه شعبان چی است؟ پس شاید سبب این باشد که این ماه است که مردم از آن غافل میشوند و این ماه بین رجب و رمضان قرار دارد و این وقت‌های غافلی مردم را برای طاعت‌ها غنیمت شمردن مطلوب است و گفته شده است که تا مسلمانان را پیش از رمضان بر روزه عادت بکنند. پس دلیل این تعلیلی که در برای گفتیم سبب چیست؟ دلیل این حدیث است که از اسامه رضی الله عنه روایت است که گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود شعبان بین رجب و شهر رمضان، اینکه شعبان بین ماه رجب و ماه رمضان است. شعبان ماه است میان رجب و رمضان و مردم از این ماه غافل میشوند که در این ماه عملها به نزد الله بالا برده میشود و فرمودند که فاحب الا یرفع عمل الا انا صائم، من دوست می‌دارم که عمل من به نزد پروردگار برداشته نشود مگر اینکه من روزه‌دار باشم. و گفته می شود که پس از نصف شعبان از روزه گرفتن من آمده است. آیا این درست است؟ بله درست است و در این مورد حدیث هم در روایت ترمذی آمده است. هنگامی که نصف شعبان شد روزه نگیرین گفتند صلی الله علیه و سلم، ولیکن این حدیث را بیشتر از علماها ضعیف گفتند. اگر صحیح بودن این حدیثی که هنگامی که نصف شعبان شد روزه نگیره اگر صحیح بودن این رو ما فرض کردیم، پس چگونه میان منع این روزه نصف شعبان و اینکه حرص پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با زیاد روزه داشتن این ماه را موافقت میکند؟ پس منع این نصف شعبان برای کسی است که پس از نصف شعبان نصف این ماه روزگی را سر میکند، نه برای کسی که از اول ماه روزه گرفتن را ادامه میدهد یا روزه های نفلی عادی دارد مثل دوشنبه، پنجشنبه یا که 13 14 15 و غیره. پس حکم روزه روز شک چی است؟ حکم روزه روز شک چی است؟ در بیان روزه داشتن روز شک برای تحریم این روز حدیث آمده است. حدیث از عمار ابن یاسر است رضی الله عنه، قال فرمودند من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، هر کسی آن روز را روزه دارد که در آن شبهه می شود پس ابوالقاسم پیامبر صلی الله علیه و سلم را نافرمانی کرده است. روایت ابن خزیمه. پس مقصود یا که مقصد از روز شک چی است؟ پس مقصد از روز شک روز آخری از شعبان را میگویند، همچنین روز است که پیش از آن می آید، یعنی 29 و 30 ماه شعبان را روز شک میگویند، چون در این وقت هلال ماه دیده نمی شود.
از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند رمضان را با روزه گرفتن یک روز یا 2 روز پیش از آن پیشواز نگیرید. لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین. شما رمضان را با روزه گرفتن یک روز یا 2 روز پیش از آن پیشواز نگیرید. گفتن صلی الله علیه و سلم الا رجل کان یصوم صوما، مگر مردی که روزه عادی داشت پس بگذار همان روزه بدارد. متفق علیه بخاری و مسلم است. پس علتی من از روزه روز شک چی باشد؟ گفته شده است که تا با رمضان چیز از غیر آن، از غیر رمضان یعنی از شعبان علاوه نشود و همچنین برای جدا کردن این روزه های فرضی و روزه های نفلی مانند اینکه نمازهای فرض از نمازهای نفل جدا کرده می شود با سخن یا با جای عوض کنی. پس سوال نوبتی آیا منعی روزه داشتن این روزه های شک آخر 29 و 30 از این ماه شعبان است برای اجرای نظرهایی که داشتیم یا کفاره داشتیم روزه بداریم جایز است؟ با که ندارد که روزی شک را برای اجرای نظر یا کفاره‌ای که داشتیم آن را روزه بداریم و من در اینجا تنها برای کسی دخل دارد که روزه آن را به سبب با نیت عمومی نفل میگیرد. یعنی که انسان دوشنبه پنجشنبه روزه دارد، پس کسی که عادتا پنجشنبه روزه میگیرد و آن پنجشنبه به روز شک راست آید، آیا روزه گرفتن برایش جایز است یا نه؟ بله، میتواند روزه بگیرد، زیرا در این حالت برای او رخصت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و گفته قول او صلی الله علیه و سلم در این مورد گفتن که لا یتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین، هیچ کس از شما یک روز یا که 2 روز پیش از رمضان روزه ندارد الا ان یکون الرجل، مگر آن مردی که کان یصوم صومه، مردی که روزه می داشت پس آن روزه بدارد. متفق علیه بخاری و مسلم روایت کرده است. پس آیا می شود روز آخر را از روی احتیاط روزه بداریم؟ آیا جایز است که روز آخری از شعبان را از برای احتیاط روزه بداریم؟ پس ما میدونیم که روزه رمضان ثابت نمی شود مگر با پر شدن شماره روزهای شعبان 30 روز، کامل شدن این 30 روز یا با دیدن ماه رمضان. غیر اون دو چیز صحیح نیست دیگر، یا پر شدن ماه شعبان 30 روز یا که دیدن ماه هلال، غیر این صحیح نمیگردد. آیا روزه روز شک از روی احتیاط مخالفت امر ولی امر راهبر یا که مسئول رو حسابیده می شود؟ بله. اولا این روزه شک رو روزه داشتن چون بیان کردیم در بالا، این مخالفت می نماید هدیه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو و همچنین بعد مخالفت می نماید امر ولی امری که مسئول و راهبری که در آنجا در آن روز این روز ذکر نموده است. هر مسلمانی که در هر کشوری که زندگی می نماید پس آنچه که در نزد علماهای آنها از جمله مقامات‌های دینی و ولی امر آنها بررسی می گردد که کدام روزه است، ماه دیدن می شود در همون روز، موافق ان همون دیار و دولت باید انسان روزه بدارد مگر اینکه اگر اشتباهی شود در دیدن ماه. پس چگونه میتوان احتیاط را در عبادت درست تحقیق کرد یا که درست تطبیق کرد؟ چگونه میتوان احتیاط را در عبادت ها درست تطبیق یا که تحقیق کرد؟ پس احتیاط در روزه و غیر روزه فقط هنگام احتمال افتادن به مخالفت طلب می شود. اما اگر احتیاط با انجام دادن کاری منع شده یا ترک کاری امر شده برسد، پس واجب است که این گونه احتیاط ترک کرده شود. در برابر با دیگر اصطلاح، در برابر آنچه که از کتاب الله واضح روشن است، از سنت پیامبر واضح است، در دیگر احتیاطی نیست. پس با روز آخر شعبان از جهت اثبات رؤیا دیدن هلال چگونه باید رفتار کرد؟ پس اگر روز 30 از ماه شعبان فرا رسید و این ماه این هلال به سبب ابرناک یا که غروب دیده نشد، پس این روز را روز شک میگویند. در روز 30 به سبب ابرها ماه دیده نشد، روز شک میگویند. اما اگر آسمان صاف باشد و هلال دیده نشود، پس آن را روز شک نمیگویند و روز شک نیست و قطعا آن روز شعبان است، ماه شعبان است و آن روز روزه داشته نمیشود، برای همین روز شک گفتن آن روز را. پس سوال نوبتی، آیا در نصف شب ماه شعبان حدیث صحیح وارد شده است؟ بله،
حدیث صحیح از ابو موسی الاشعری رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله لیطلع فی لیلة لنصف من شعبان. الله در شب نصف شعبان به خلق نظر میکند. فیغفر لجمیع خلقه و تمام خلقش و تمام مخلوقاتش رو می آمرزد، می بخشد. الا مشرک، مگر شخص مشرک رو، او مشاهین و مشاهین رو، کینه ورز رو، کنه که کینه میگیرد بر برادر مؤمنش کینه دارد، همگی رو در این نصف شعبان الله می آمرزد مگر دو شخص رو. روایت ابن ماجه است. کسی که بر مؤمنان کینه می‌ورزد، کسی که مشرک است. و همچنین قول رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله لا یطلع علی عباده فی لیلة لنصف من شعبان. و همچنین الله با عبادش، بر بندگانش در نصف شعبان نظر میکند. فیغفر للمؤمن، مؤمن رو می آمرزد، و یملی للکافر، و کافران رو مهلت میدهد. فیدعو اهل الحقد، و اهل حقد را، اهل کینه‌ورزان را ترک میکند. پناه بخشی الله از این ظلم ها. اما سوال نوبتی، حکم مخصوص گردانیدن این شب با عبادت یا دعا چیست؟ حکم مخصوص گرداندن این شب نصف از شعبان با عبادت یا که دعاهای مخصوص یا که ذکرهای مخصوص جایز نیست، زیرا این نه از رسول الله ثابت است، نه از صحابگان ثابت است، نه از علماها هیچ کس ثابت نیست. پس این شب را با عمل یا قول یا که چیزهای مخصوص گرداندن این از سنت پیامبر سلام نیست. سوال نوبتی، کسی که روزهای قضایی بر عهده دارد آیا آنها را در شعبان بگیرد؟ بله، بر او واجب است که قضای ماه رمضان گذشته را با شتاب در این ماه شعبان روزه بدارد پیش از فرا رسیدن این ماه رمضان. و آیا این که بر دختری که در سال گذشته در ماه رمضان با سبب حیض یا که نفاس روزه اش را نگرفته بود بر او لازم است که روزه را بدارد؟ بله، برای او واجب و حتمی است که در این ماه مبارک، ماه شعبان، زودتر این را فرصت استفاده بوده این روزه اش را بدارد، قضا بدارد. سوال نوبتی، بعضی‌ها پیش از رمضان گناه میکنند، بعضی‌ها پیش از فرا رسیدن رمضان مخصوصا گناه میکنند با گمان این که ماه رمضان نزدیک است و گناهانش بخشیده میشود. حکم این کار اینها چیست؟ جواب، این فکر و افکار و کار اینها بسیار یک عمل زشت است، بلکه بر آنها لازم است که این ماه ها را استفاده برند و از این گمان ها خود را دور بسازند، از این عمل ها خود را دور بسازند. پس انسان از کجا اطمینان باوری دارد که کسی که رمضان را روزه دارد حتما از جانب الله مغفرت کرده می شود؟ یا کی اطمینان دارد که تو به رمضان میرسی یا که نه؟ و سوال نوبتی، سوال آخر در بیان این ماه شعبان، حکم نماز رغائب چیست؟ نماز رغائب نماز است که 12 حرکت خوانده می شود. بین مغرب و خفتن 12 حرکت از نماز در شب جمعه ماه رجب یا که ماه شعبان، نصف از شعبان خوانده می شود. در بین مردم این عادت شده است. پس چی حکم دارد این؟ همه این عملها از جانب سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم رد شده است و ثابت شده نیست و گروه عظیمی از علما آن را بدعت منکر ناپسند دانستند و این را انکار کردند. این عمل نادرست و زشت است که پذیرفته نمی شود از بنده‌اش. این است بیان سوال و جواب در ماه شعبان. اگر زنده و سلامت باشیم از درس‌های آینده بجز این پیام‌های رمضانی ما هر درس را قرار می‌دهیم سوال و جواب از ماه رمضان ان شاء الله. هر درس را یک مقدار اندک از سوال و جواب قرار می‌دهیم تا که ما از رمضان بیرون نشیم، اگر اینکه مسائل رمضانی را هم را از خود نماییم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.